نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل های شما عزیزان. کیان عزیز از سمنان با ایمیل شرمنده‌مون کردی و در این حال خیلی خوشحالمون کردی بابت اینکه بیننده پیک شادی هستی. امیدواریم که شایستگی محبت‌هات رو پیدا بکنی. از قول همه دستاندرکاران پیک شادی که خجالتشون داده بودی به مهیار و نازنین و بیتا و سامان هم سلام برسون. دوستان عزیز پیک شادی علی اصغر، جاویدان پارسی و مهدی سعیدی خیلی ممنونیم بابت نکات طنز و تصاویر جالبی که برامون فرستادیم. دوست عزیزی عکس این خواننده اپرای آینده رو فرستاده و گفته که به نظر شما الان بیدار است یا خواب. کریم، ABC و سعید گیلانی بابت نکات طنزی که فرستادین ازتون ممنونیم. فریبرز ممتحن کلیپ ملت کارت خیلی جالب و بامزه بود، حتما استفاده میکنیم، دست درد نکنه. ابوالفضل اخباری عزیز با ارسال عکسی که ملاحظه میکنیم به مناسبت شب یلدا نوشته که شب یلدا شب پیروزی خورشید بر اهریمن مبارک باد. دوست گرامی ندا فرنیا مطلبتون رو دریافت کردیم، خیلی ممنون. به قسمت مربوطه دادیم که در برنامه‌های خودشون ازش استفاده بکنن. منصور عکس‌های متعددی تحت عنوان سوژه‌های داغ وطنی فرستاده که بعضی از اونها رو با هم می‌بینیم. این عکس‌های جالب رو بقیه‌شون رو در فیسبوک پیک شادی می‌تونید ملاحظه بکنید. جواد جمشیدی و حسین عبدالله عبدی مثل همیشه نکاتتون بسیار جالب و قابل استفاده بود، هم تو این برنامه استفاده کردیم و هم در برنامه‌های بعدی بیشتر هم استفاده خواهیم کرد. دوست گرامی پیک شادی هوری، بسیار ممنونیم از ایمیل پر محبتتون. آرزو و تلاش ما برای این بوده و هست که خنده رو به لب‌ها و شادی رو به دل‌های هموطنانمون بیاریم. خیلی خیلی خوشحالیم که ارزیابی شما از میزان موفقیت ما در این تلاش مثبت بود.